سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دملو برادر اکمل، امیدوارم خوب باشین. الله شما را حفظ کند. دملو یک پیشتر سوال داده یک کدام برادر که شما گفتید که شخصی مسلمان دتیاد فیتیره یا که ولی یک سوال دیگه بود اینجا. ما فکر کردیم که 10 روز اخیر به چند محتاج صدقه دیم، نه فطری روزه و نه فدیه، هم تو صدقه و همچنین خوراک. ولی متاسفانه شخصای بیمار یا که تنها یا که اجاره نشین بسیارانه اکثرش نماز نمیخوانند. استاد همونا دا جایز است صدقه دادن یا نه؟ صدقه غیر زکات جایز است به کافرها هم دادن، خاصتا اگر اونها نزدیکانتان باشد. مثلا خویش و تبارتان است، همسایتان است، کارگرتان است، همراه میبینید کافر باشد هم صدقه نافله ممکن است. لیکن مسئله افضلیت اگر بیاد، اینا به شرطی که اینا نزدیک باشن با شما آدمی پولدار هستید، با اینها وا میخورید، اینا رو میشناسید، همسایتون است بینماز است، خویشتون است بینماز است، اینا زکات داده نمیشه لیکن صدقه نافله داده میشد اضافگی دهید، شاید سبب هدایتش شاید از خیری، یعنی از نیکی‌هایشون. که یک کافر بیگانه آدمی نمیشناخته که تو ما نتید، برای چی؟ برای آنکه برای چیم وای به دادن یک آدمی نمازخوان و دیندار بتید بهتر تا اینکه این کتی دینش با پیش برد. مسئله افضلیت ده، جایزیش به جایز برادر. آدمی که زکات نیست جایز، یعنی گناه نیست بلکه ثواب هست، لیکن کدومش با ثوابش بهتر گوید دیگر هر چقدر اسلام و مسلمان های دستگیری کنید همون خوب است. بله جزاک الله خیر. نه مسئله این است استاد که فرما یعنی خواهش کردیم از خواننگیو که یک این طرف اطراف نگاه کنن، همسایه‌ای که محتاجن همونان اکثر بیمار و یعنی انسان‌های بله، حق همسایه ها کردن در کار. ولی مسئله نماز ده نمیدونم، شاید الله علم. نصیحت هم میکنید تون پول هم تیتون منه نصیحت هم کنین به فیضی ماهی رمضان است گفته دیتون مقصد شاید سبب هدایتش شد. الله